سلام رفقا، اومدیم با آموزش کار با ربات سید اپ، رباتی که جدید اومده و تازه نفسه. خب وارد آموزش میشیم. شما تو این صفحه که مشاهده میکنید چند تا آپشن داریم که از پایین شروع میکنیم. میشن رو داریم که با انجام مأموریت هایی به شما سکه میده که میتونید توی آپگریداتون ازش استفاده کنید. و قسمت بوست رو داریم که وقتی واردش میشیم شما 3 تا تب رو اینجا مشاهده میکنید که از همون اول استوریج لول رو داریم که من تا 24 ساعت بردم، یعنی هر 24 ساعت به ربات سر میزنم. فکر کنم اول که شروع بشه هر 1 ساعت یا 2 ساعت بود اگه اشتباه نکنم. اینو اگه ارتقا بدید تا 24 ساعت جا داره. قسمت پایینیش تری لول رو داریم که میزان درآمدتون رو آپگرید میکنه. مثلا یه دونه در میارید، وقتی اینو آپگرید کنید میشه 2 تا. قسمت پایینش میزان درآمدی که از این بالا به دست میارید، مثلا 2 تا. وقتی این رو آپگرید کنید به 2 برابر برسونید این میشه 4 تا، یعنی 2 برابر میکنه درآمدتون رو. روش کلیک میکنم. با انجام دادن یه سری مراحل از همون بالا 3 تا از دوستانتون رو دعوت کنید پایین، لایک و یا ریتوییت کنید. پایینش یکی از دوستانتون رو بیارید و پایینش 2 روز پشت سر همدیگه به ربات سر بزنید و دیلیتون رو بگیرید. و آخرین گزینش 5 روز پشت سر همدیگه به ربات سر بزنید و دیلیتون رو بگیرید، که دیلی ها رو از این قسمت میتونید هر روز هر 24 ساعت سر بزنید و دیلیاتون رو دریافت کنید. قسمت های دیگه قسمت فرند رو داریم که دوستانتون رو میتونید دعوت کنید و پاداشی بگیرید از میزان درآمد دوستتون. قسمت اینونتوری که جدید وارد ربات شده که NFT یا یک سری چیزایی که روی این صفحه میبینید الان برای من مثلا زده 39 دقیقه دیگه یک کرم میاد. اون کرم رو بگیرید میاد توی قسمت اینونتوریتون، یا میتونید بفروشیدش به حالا یه قیمت خوب، یا میتونید نگهش دارید. پیشنهاد من اینه نگهش دارید، شاید در آینده NFT بشه و خودش یه قیمت خوب بگیره. قسمت سانشاین رو داریم این بالا که دارک مود و روشنایی، میتونید صفحه رو تنظیم کنید. و قسمت این تبو داریم که زیاد اهمیتی نداره. از این قسمت هم با کلیک روی کلیم هر 2 ساعت یا 1 ساعت به ربات سر بزنید و این کلیم رو کلیک کنید تا مقداری که اینجا درآمد کسب میکنید به کیف پولتون که این پایین هستش انتقال پیدا بکنه.